بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون در ماه مبارک رمضان قرار داریم، خواستم که یکی از پیام های ماه مبارک رمضان را برایتان بیان نمایم. الله متعال در قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمه آیت این گونه است که الله متعال می فرماید: ای مؤمنین، من برای شما روزه را فرض گردانیدم آنچنان که به گذشتگان فرض گردانده بودم تا که شما تقوا را حاصل کنید. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید: کسی که روزه می گیرد، روزه از سپر است. کسی که روزه می گیرد باید قول زشت و عمل جاهلانه را ترک کند. یعنی همین روزه که سپر است باعث ازی شود که انسان عمل زشت و عمل ناروا و عمل جاهلانه و سخن زشت و بد ترک بکنه. و همچنان در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله متعال نیازی به نوشیدن و نخوردن ما ندارد اگر ما اعمال درست نکنیم و دروغ را ترک نکنیم. خود ترک کردن دروغ و قول باطل باید در این ماه مبارک رمضان ترک شود به صورت کامل. یعنی از اهداف ماه مبارک رمضان میتونیم بگیم که همین است که ما دروغ، قول باطل و عمل به او را ترک بکنیم که مفهوم حدیث شریف است. در غیر او الله متعال ضرورت نداره که ما نخوریم و نیاشامیم. پس از جمله پیام های ماه مبارک رمضان تقوا است که انسان باید متقی شود، تقوا را حاصل بکند. و حاصل کردن تقوا امین است که به قرآن چنگ بزنیم و به حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.